نشست 73ام شورای وزیران مدافع کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در کاخ افسران وزارت مدافع تاجیکستان برگزار شد و انجام یافت و این نشست تحت ریاست وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو صورت گرفت. در این نشست در ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه اصلا مسئله کلیدی این بررسی وضع سیاسی و حربی کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع بود که در مرز با افغانستان قرار دارند. قبل از آغاز این جلسه واخوری دو جانبه وزیران مدافع تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار گردیدند. در ملاقات وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و وزیر مدافع ازبکستان عبدالسلام عزیزов اساساً مسائل وابسته به رابطه‌های میانبعدی تاجیکستان و ازبکستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با نظر داشته به طور مداوم تغییر خوردن وضع در افغانستان از افزایش تهدیدها به مرز تاجیکستان همچون سرحد جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تاکید کرد. وضعیت در مرز با افغانستان که هر لحظه در حالت تغییریابی است و این بی‌ثباتی خطری جدی برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. من پیش از همه افغانستان و بعد تهدیدهایی را که از آن سوی عموم می‌وزد در نظر دارم. حالا همکاری‌های دو جانبه با تاجیکستان از برگزاری مشق‌های نظامی گسترش می‌یابد و البته با در نظر داشت وضع در مرز افغانستان میباشد. حالا سخن درباره کمک حربی به تاجیکستان و مدرن سازی نیروهای مسلح این کشور میباشد. در دایره نشست وزیران دفاع اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یک نقشه همکاری میان وزارت‌های دفاع کشورهای این سازمان برای سال 2016 به امضا رسید.